سلام، مجید دودهکی هستم. تو این ویدیو میخوایم 4 تا از بزرگترین و مهمترین خروج‌های اکوسیستم استارتاپی امارات رو بررسی کنیم. اولین خروج سال 2009 اتفاق افتاد. پلتفرم yahoo.com، پلتفرم مکتوب.com که یک پلتفرم سرویس خبری عربی بود رو به مبلغ 164 میلیون دلار خریداری کرد. بنیانگذار این استارتاپ 8 سال بعد یعنی سال 2017 بزرگترین فروشگاه اینترنتی امارات رو یعنی سوق.com رو به آمازون فروخت به مبلغ 580 میلیون دلار. سال 2019 اوبر پلتفرم درخواست خودرو کریم رو به ارزش 3.1 میلیارد دلار خریداری کرد. نکته مهم اینه که اپراتور اول امارات یعنی اتصالات با مبلغ 400 میلیون دلار 51% از سهام یکی از اسپیناف های کریم رو که سوپر اپش هست رو خرید. سال 2024 بزرگترین خروج اکوسیستم استارتاپی امارات در بورس این کشور اتفاق افتاد. طلبات سرویس و پلتفرم تحویل غذا در امارات به ارزش 10 میلیارد دلار در بورس این کشور عرضه شد. این 4 مورد بزرگترین و مهمترین خروج‌های اکوسیستم استارتاپی امارات هستند.